داداش چیز خوش اومدید بالاخره. من خوش اومدم یه جورایی. آقای من شما باشی که بالاخره یوتیوب زمان گیر آوردم و مرخصی داشتیم. داشتمون گفتم بیا سریع چند تا بیت درست کنیم با بچه ها به اشتراک بذاریم که من خیلی دارم برشون تنگ شده. اینه که من کجه صاف نمیمونه. خب آقای من شما باشی که امروز میخوایم یه بیت تریپلت بزنیم. تریپلت تو سرم اومد یهو گفتم بزنیم. خب اول از همه تریکسیه رو بهتون بگم سر همین بیت تریپلت یه آیت پیدا کنیم. اسپایسیه. کلا بیتای تریپلت خیلی باونسی هن. کلا اون ضربه هایتشو میگم باونس که تریپلته. میریم داخل پیانو رول از این قسمت. خب روی 1/3 چون خودش مشخصه. 2 تاش میشه یکی در واقع که یه بار میشه 3 تا جا داد. ولوسیتیشو میزون بکنیم. در واقع اینطوریه، پله‌ایه در واقع. اولیه اوکیه ولوسیتیش، دومیه میاد پایین تا این خط دوم، سومیه هم میاد تا خط دوم. همین تموم شد و رشت. نگاه کنید باونس خار مادره دیگه. یه دونه اسنر بذاری کار تموم. خب دیگه الان که دیگه اسنر زیاد استفاده نمیشه، ما از چیز استفاده کنیم. چی میگم بهش؟ ریم. من نمیدونم چجوری قرار در بیاد، فقط در اینطوری میخوایم بریم جلو ببینیم چی میشه. تمپوشو یکم ببرم بالا نه؟ خب این روی کیکش نه، این کیک ها به درد نمیخوره. یه کیک اینجوری حالت واقعا صدای کیک بده، صدای پاشنه کفش بده یه جورایی.
چون میخوایم حالت اسلاید به اسلاید و اینا رو اضافه بکنیم روی 808 مون، باید بیایم توی آدیو ادیتور همین کلیک راست رو بزنی، این قسمت خودش هم نوشته کنترل ایو بزنی سری میادش. همین قسمت یه قسمت رو باید در واقع لوپ بکنیم. آلت ال که میزنیم اون قسمت رو دقیقا لوپ میکنه. کنترل ای رو که بزنی همه رو انتخاب میکنی، این قسمت درگش بکنیم میندازیم اینجاش. و برای اینکه صدا مثلا درست دقیقا توی همون قسمتی که نوتو میچینیم باشه، اول و آخرش مشخص باشه، چون الان ما بخوایم بریم داخل پیانو رول یه دونه نوت بذاریم دقیقا همون قسمتی که دلمون بخواد تمام نمیشه، تا آخر میره. واسه همین اتک رو میاریم پایین، هولد رو میاریم بالا، دیکه و ساستین و ریلیز هم تا ته میاریم که دقیقا همون قسمتی که نوتو میذاریم شروع میشه تا انتهای اون نوته تمام میشه. بریم روی 808 هم دیلیت کنیم. میبینی اصلا تمام نمیشه. این به خاطر اینه که همونطوری لوپه دیگه. بعد اون نوتی هم که گذاشتیم نوت اون این شکلیه. خب این نوت وقتی این شکلیه دیگه همینجوری برای خودش میره. اینو باید خودمون درستش کنیم. مثلا الان از اینجا شروع میشه به اینجا تمام میشه. اینجا حالا فکر کنم روی A ماینر باشه، الان کیبوردم کلیک راست برای دیگه A ماینر مثلا بزنیم روی E. نمیشه دو 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 دوتا کلیک روش میکنیم، این بر اسلایده، اینه که بزنیم تیم نصفه کنیم. خب من ویدیو رو پاز بزنم دیگه حافظه زیاد پر نشه.
خب برعکس ما تا یه اندازه بیتو بردیم جلو. خب فقط یه پترن خیلی ساده از گروهش دیدم که این شد. بعد قراره یه سمپل استفاده بکنیم دیگه. حالا نمیخوایم ملودی بچینیم و فلان. یه دونه پکه، من این پک رو داخل چنل تلگرام من میذارم. پک فلینته در واقع بر بیتای دیتروید. بعد چند تا همینجوری توی این قسمتاش پیانو لوپش اومدم. این چیز باحالی داره. این البته زمین تا آسمون با تمپوی کار ما فرق میکنه، ولی خب ما کارشو در میاریم. خب الان سینک در واقع هماهنگ. بقیه‌اش هم نواب میگه. خب الان در واقع این سمپلی که ما انداختیم صداش در واقع پیچاپ شده. خب این باگ قضیه است. دابل کلیک رو بکنی نگاه صدا چجوریه. الان اینطوریه. خب یه بار این پیچو یه ذره تکون بدی و دوباره به حالت اولش برگردونی صدا اوکی میشه. تریکش. حالا سمپل ما کوچیکه دیگه، ما باید یه کاری بکنیم که سمپل ما باحال به نظر بیاد. ببینیم دوتایی با هم چی میشه. من بزنم روی یک. خب یکی از کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم اینو من رومش رو ببرم اوکی کنم از اینجا بیارم اینه که ما اینو یه کپی بگیریم. خب من اینو میک یونیک کنم و از این قسمت من اینو پیچاپش کنم در واقع مثبت 300. الان بهتره در واقع. خب الان در واقع این ملودی ما خامه دیگه، هیچی نره، زیری فضا سازی چی اتمسفر اصلا. اینو برای اینکه مثلا یه دونه تکسچری بهش اضافه بکنیم، اینه که ما بردیم داخل یک گذاشتیم، میتونیم بیایم توی آقای شما باشی که شیپر باکس استفاده بکنیم. شیپر باکس چیکار میتونیم بکنیم؟ اینو ما ریورسش بکنیم. حالا یکی از کاره، بذارید ببینیم چی در میاد اصلا. خب به نظرم سرعتش بالا بود. میدونی چیکار میتونیم بکنیم؟ من اینجا همونی که روشه بیام این قسمت ترک یک کانسولیدیت رو بزنم، فرام سانگ استارت رو بکنم استارت. خب این با اون افکتی که من بهش اضافه کردم درست چیز میشه،
خروجی گرفته میشه. خب حالا یه کار دیگه هم میتونیم انجام بدیم. اینو من میوت بکنم، بیارم پایین. در واقع میوت شده. دوباره برم داخل شیپر باکس. بعد این سری من اینو 2 بار کنم که آرومتر اتفاق بیفته ریورسش. آره خب الان ببینیم این دوتا روی هم چجوری در میاد. خب نگاه اینا فقط برای این قسمتاش خیلی خوبه، برای این قسمت هایی که در واقع یه جوری ترانزیشن به حساب میاد، یه جور رایزر به حساب میاد. از اینکه ما اینو ریورس کردیم، این سر هر بار من اینو کات کنم. آره خب یکی ببینیم چجوریه. از این چرا یه ریورس بزنیم، من روی 2 بذارم، بعد بیام این قسمت 7 تایم رو بهش اضافه کنم. تو اونم خوب بوده ولی خب 7 تایم چی دیگه است. خب اینم بذارم روی 3. خب بعد من بیام این قسمت روی 10. خب 2 only 3 خب الان روی 10 من میام یه سری افکتایی اضافه میکنم که در واقع یه جوری پخش کنه صدا رو، زیر صدای ملودی اصلیمون باشه در واقع. یا مثلا یه دونه همین وال حالا
ورب. دیریپ هم خیلی خوبه، دیریپ هم باید یه پلاگین دیگه هم هست خیلی برای تکسچر درست کردم خوبه، پورتال. بالا خب ببینیم ترکیبش چی شد که زنده حتی وگره به جای قبلی صبح زود بودش خود پنی با اینکه میشو بگاهی تمدیر رکابی تنش و بدای تمرین فقطم پر جردن و رگولو پسش وفا نمیده ایلی گلو میزنه بیرون شبا و بدولو میپیچه میکنه مدیتیت رو داشتی میره و میری دیت همو تا قیم میچه رولو قیم میچه کلمه نید همو تا فیت زره همین دیفولت با اینکه دشمناش ماماسیتا همیشه بیت پلیر تو ستاپ نمیشه کپی پیست با این چطور این رو بوده و یه وقت نمینن افاق کنی بود بدون اینکه رضایی رفی بود نگه افاق کنی بود خوبه دیگه به نظرم تریپلت رو ساختی دیگه، بقیهش هم دیگه میره چینش کار و حالا یه ذره چرت و پرت دیگه هم خودت خواستی اضافه بکنی بال در میاد. بعد میکس مسترش هم یه چه بهتون بگم، اصلا نیاز نیست کمپرسور رو نمیدونم اینجور چیزا استفاده بکنید، فقط روی لولینگ کار باشید و از اکولایزر بیشتر استفاده بکنید. مثلا بهترین چیز همین فیلتر پرکیو، اصلا کلا اکولایزر یه دونه هم استفاده کنید اوکی، نیاز نیست مثلا خفن ترین اکولایزر قرن مثلا استفاده بکنید کرکیش. بعد میدونید اکولایزر خود افل هم خیلی باحاله، اصلا کلا برنامه خود افل خیلی باحاله، فقط تنها چیزی که مهمه فضا سازی دیگه، فضا باز بکنی برای مثلا های هتت، میدونی فرکانس اضافی رو بگیری. مثلا های هت آقای من شما باشی که من اینا رو چیز بکنم یه ذره بهتون نشون بدم. البته من میخوام روی ویدیوهای دیگه نشون بدم و حالا فعلا اینو با کنترل اینجوری میکشم، کنترل سی رو میزنم، میام اینجا این قسمت
الو میزنم. خب همشون چیز میشن، وارد میشن. دیدی که همونجوری کشیدم با کنترل، همون کنترل رو نگه داشتم، الو زدم، همشون اومدن. یا مثلا هایتی که داره میزنه، خب این مثلا صدای اضافه داره، مثلا نباید اسنیرت با هایت تداخل به وجود بیاره. میای این قسمت یه دونه EQ اصلا خود FL استودیو نگاه کن، اینا رو بگیر بزن، میدونی اینجوری هم بگیر، خوب تمام شد و رفت. تو فقط لولینگش کافیه دیگه، بعدش لولینگ رو بالا پایین بکن. یا مثلا سر کیکو 808 شد، این مثلا کیکته، خب کیکو 808 رو که باید 100% ساید چین بکنی، اینجوری که نمیشه. میای این قسمت یه قسمت داریم به اسم پیک کنترلر، خب بعد میری داخل خود 808 ایکولایزر رو باز میکنی، خب الان مثلا این قسمت، این رنجی که من در واقع انتخاب کردم توی این باند، من میام دقیقا این قسمت کلیک راست رو میکنم، لینک تو کنترلر، میام این قسمت اینترنال کنترل فلان، پیکو میزنم، میام مپینگ اینورتد میکنم، این یکو میکنم نیم، چون یک زیاده، میکنم نیم، اکسپت. یا کن هر سه کیک میزنه، اون قسمت فرکانس 808 میاد پایین، کیک اجرا میشه، کیک که تموم شد 808 پلی میشه. خیلی مثلا زیر یک ثانیه است. حالا تو از این قسمت میتونی تنظیم بکنی که آقا دقیقا چجوری تو چه زمانی دیلی و اینا داشته باشه. همین کیک تو به این قسمت رو بگیر. این کمپرسور نیازی نداره که تو لول رو ببری بالا، خودش کرانچی در میاد اصلا. ببینید مثلا روی هایتت یا مثلا اسنیرت میتونی مثلا چی بذاری، فرشه‌ای رو بذاری که مثلا یکم تیبل بده، یکم هوا بده به خود فرکانس های بالایی صداش. خواهیم سیو بزنیم واجه، همین دیگه. امیدوارم خوشتون اومده باشه، بیشتر تریکتوری. بعد بیتشو کامل میکنم، نگه تونستم وقت کردم میذارم داخل تلگرام. و از این پکی هم که استفاده کردم، فلینت پک خیلی خوبیه، جوری رفتیم دانلود کردیم دیدم خوبه. بعد برای دیترویت خوبه. حالا ما یه دونه تریپلت هم زدیم باش، فلینت تایپ بیت دیترویت ترپ. من میذارم داخل تلگرام، شما هم دانلود کنین استفاده کنین. بعد امیدوارم خوشتون اومده باشه و یه لایک خوشگل برامون بذارید، پیج بیاد بالا. من سری وقت بکنم ویدیو میذارم، من خودم ولی خب دیگه چی بکنم، سر کاریم داداشی های من. ستون دارم اینجا تکیلوپ و منم رضاییم.